ای دل تو را نگفتم که از عاشقی حذر کن، بگذار نیکوان را و از مهرشان گذر کن، و از مهرشان گذر کن. ای دل تو را نگفتم که از عاشقی حذر کن. دلوی خدای په نامه ګرانو قدرمنو دوستانو السلام علیکم. ایله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله. بیا هم ښه راغلی زموږ خپرونې ته. موږ نن یو ډېر خاص خپرونه تاسو ته لرو. ایله لرم چې دا خپرونه ستاسو خوښ شي. دوستای عزیز، عرض سلام به خدمت شما حاضر میشم. برشنا هستم و امروز ما یک پروگرام بسیار فوق‌العاده داریم که ما یک مصاحبه بسیار خوب داریم و میخوایم به خدمت شما عرضش کنیم. بخیر دوستای عزیز، بیننده محترم، فعلا ما یک مصاحبه داریم با یکی از هنرمندای بسیار مشهور و موفق کشور خود، هنرمندی که تمام طبقه و ناس ما افتخار میکنن به وجودشان و افتخار ما هستند. ما با پولوش هستیم که هنرمند عزیز ما هستک انگامه جان گل. ما هم در شروع خدمت تمام هموطنان عزیز خود در هر گوشه و کناره که هستند سلام خدمتشون میرسانم. امیدوار هستم که همیشه خوش و سر و حال باشن. بسیار خوب زنده باشین. انگامه جان، من امروز خودم بسیار خوش هستم که در پهلوی یک هنرمند بسیار موفق من امروز هستم. همراهشان یک مصاحبه دارم. بازم تشکر میکنم از شما. انگامه جان گل، خدا قدم اول من خود شما را تبریکی میتم. تبریکی که شما هنرمند سال شدین. من بسیار خوش هستم. زنده باشین. تشکر. بسیار خوب. و امروز همه دوستای ما که از طریق تلویزیون خود مشاهده میکنن پروگرام ما را، برشان میگیم که ما یک چند سوال داریم از انگامه جان گل که آرزو دارم که همه سوالای ما خوششان به و سوالای ما رو جواب بده. انگامه جان گل، برای ما میتونین بگوین که در کدام سال و یا در چند سالگی شما به هنر آوازخوانی رو آوردین؟ برشنا جان گل، ما از برات بگویم که از دوران بسیار طفولیت علاقه به هنر موسیقی داشتم و ما خودم شخصا در یک فامیل هنرمند بزرگ شدیم. بسیار خوب. از وقتی که چشم ما باز کردیم در خانه ما هنر موسیقی بوده. پدرم هنرمند بوده، مادرم هنرمند بوده و یکی دو آهنگ مادرم به رادیو خوانده. پدرم همکاری داشته، همیشه سر و کارشان همیشه با رادیو و هنر و فیلم و سینما بوده. دیگه به مو اساس وقتی که ما آهسته بزرگ شدیم و گوش ما همیش آشنا بوده به هنر موسیقی و ساز و طبله و هارمونیه. او یک علاقمندی داشتم و همیش پهلوی هارمونیه میشیشتم و از طفولیت من از سن 3 سالگی 4 سالگی میشیشتم میخواندم. اما تو رفته به مجلس های فامیلی، به شب نشینی که خودمون بین فامیل داشتیم و باز وقتی که من شروع کردم، البته قدر زیاد چی نشه، حرف زیاد نشه، وقتی که من شروع کردم به سن 14 سال داشتم. 14 سال. خب بسیار خوب. 14 ساله بودم که رفتم رادیو و اولین آهنگ خود ثبت کردم. بسیار خوب. دیگه چقدر خوب. با از 14 سالگی نام خدا. خب بسیار خوب. مشوق شما حتما مادر جان و پدر جان شما بودن؟ جانا، در فامیل ما هیچ نوع تعصبی نبود. بسیار خوب. بله. در قدم اول مشوق ما فامیلم بوده. خب بسیار خوب. خوش هستیم و من خوش هستم که فامیل شما رو فامیل دارین، یعنی که شما را تشویق کرده به هنر، چون که شما خودتان بسیار نام خدا موفق هستین. قربانتان تشکر. خدای نخواسته نباشه اگه شما در مابین ما نباشین و توازخان خوب ما نداشته باشین. واقعا یعنی خفه می بودین. خب بسیار خوب. انگامه جان، سوال دیگه که خودم دارم، سوال من این است که اسم شما انگامه آیا اسم هنری شماست یا اسم اصلی شماست؟ اسم اصلی من زهره است. خب بسیار خوب. ولی اسمی که تولد شدیم اسمم زهره بوده. اسم هنریم هنگامه است که از روزی که ما به رادیو خواندیم اسم هنگامه را مادرم برام انتخاب کرده و تا امروز دیگه هنگامه شما هستم. بسیار خوب. هنگامه جان، چی میشه اگر میال بریم به سراغ یکی از آهنگ‌های شما؟ چرا نه؟ کنیم یک جای با دوستا عزیز لطفاً همراه ما باشین.
چشمهای سیاه نوریست، نوری نوری نوریست. عزیز بازم خوش آمدین. ما امروز با خود انگامه جان داریم که من خوش هستم با پالیشان هستم و همراهشان صحبت های داریم. انگامه جان که شما برای من بگوین که در هنر موسیقی شما تحصیلات دارین یا خیر؟ جان، هنر موسیقی یک بحری است که هرچی آدم از او بیاموزه کم است. ولی ما تا اندازه توان خود کوشش کردیم که پیش استادای ورزیده کمی یاد بگیرم و مثل استاد نینواز، مثل مرحوم استاد هاشم که در جرمنی بودن، همراهشان بسیار اونا همراه ما همکاری کردن. دیگه استادای دیگه محترم خیال صاحب یاله فراموش شده، ولی تا جایی که تانستیم از همه کوشش کردیم بیاموزم. بله. خب بسیار خوب. و شما شاگرد دارین؟ شاگرد هست؟ یک سوال میکنین، من از خودم شاگرد هستم. شما شاگرد تربیت میکنین؟ خب بخیر دیگه. من امروز که پروگرام مورد من میخوایم شاگرد کنم، من میخوایم دزدار داشته باشم. دزدار خونم خدا زیاد است دیگه. من از خودم شاگرد هستم، بسیار هنرمند. خودتان هستم. خواهش میکنم. نور چشم ما هستین. انگامه جان شما بگویید که در رادیو تلویزیون افغانستان چند آهنگ ثبتی و چند آهنگ تصویری شما دارید؟ جان، آهنگای زیادی دارم که البته مشکل از آدم حسابش بگیره، اما در آرشیف رادیو آهنگای ثبتی زیاد دارم و همچنان در تلویزیون ملی ما و شما هم تعداد زیاد دارم که او را دیگه فعلا حساب نکردیم ما. بله. خدا دیگه هم زیادترش کنه بخیر انشالله. خب شما برای من بگویید که چند سی دی و چند دیویدی دارین تا بالا اگر حساب کرده سی دی دمی مدت ما راست بگویم مقدر زیاد ثبت نکردیم. البته سی دی هایی که خودم پیش خود ثبت کردیم او را به بازار تکثیر نکردیم، ولی اونطور سی دی هایی که ثبت کردیم بیرون به دسترس مردم قرار گرفته. او یک 3-4 سی دی بوده. بله. و کلیپی خب همه شما دیدین اونا را. 4 سی دی یا 5 یا 3 سی دی بوده. بله. بسیار زیاد نبوده. و امی ویدیو کلیپ های نو که شما جور میکنین امروز کدام بگویم امروز کی بر شما ویدیو کلیپ ها را جور میکنن؟ برای ما تا حال نوید جان ورکزی که در تورنتو زندگی میکنن اونا ثبت کردن، چند کلیپ درست کردن و ولید جان سرور. بسیار خوب. بله. ما هم آشنایی داریم. آشنایی داریم. خودش آوازخوان بسیار خوب است. در تازه یک ویدیو کلیپ مرا آماده ساختن که بازور من بر شما قسم سرپرایز برتان میتم، توفه برتان میتم که را هم نشر کنید. خب انگامه جان تشکر از این توفه بسیار مقبول شما. خیبین یک جای بریم همین آهنگ جدید ببینین، باز ببینین یک نظرتان هم بتین که چطور است. من دوست عزیز لطفاً همراه ما باشید. ای دل تو را نگفتم که از عاشقی حذر کن، بگذار نیکوان را و از مهرشان گذر کن، و از مهرشان گذر کن. ای دل تو را نگفتم که از عاشقی حذر کن،